غفار، همین صفات خدا را کدامش که در ذهنت آمد بگو، بگو تو بخشنده و مهربانی، گذشت میکنی ای گناه های من دار و دوست میداری گذشت کردن. خدای مرا گذشت کرد در این شب مبارک، گناه های من را ببخش گفته. انمی دعا را باید بکنید. این بود مقصد در این 20 minute که 15 minute که وقت داریم، همین گنجایش داره 5 حدیث مبارک درباره فضیلت شب قدر و همین خاطر کوشش کردن در کار که قوم عزیز این را اسخط کنیم. اصلا کسی که ذوق شوق عبادت داره و این شوق در چشمش آب نمیاد. حضرت خواجه حافظ میگه که خداوند خطاب میکنه حضرت ها یا اولیاء الله ارکاهای درگاه پروردگار در ناز میکردن در پیش خدا. اینا ارکا در خونه ارکا داری که فرزند در ارکاشه. اینا اولیاء الله ارکاهای درگاه پروردگار با عظمتن که در پیش عظمت خدا ناز میکردن. به حضرت گفت که خواب گرچه خوش است همه را در عهدت ای خدا، همه خواب دوست میداره به خدایا. ای خدای بخشنده و مهربان، ای خدای بنده نواز، همه خواب دوست میدارد. خواب گرچه خوش است همه را در عهدت، لیک به چشم در نیامد ما را. این فهمیده میشه که حضرت خواب نمیکرد. او یک بزرگی خدا را گفتن که همسرش گفته که نامش یادم برآمد وقتی شبا مقصد قیام لیل میکرده جوگه در خواب نمیکرده بسترده و همسرش دلش میسوزه که چیش میکنه که سرزنش میکنه که تعذاب نده اگر در بدنت جانت جواب میگی مقصد چیش میکنه که خواب که کمتر خواب بگی و میگرده میگه که اولیاء الله میخبده ما قوت عبادت و یورا نداریم خدا رحمت شما. حضرت میگرده میگه که ما شرمم میگه که خداوند لا تأخذه سینة ولا نوم، خدا خواب نمیکنه، خداوند حتی پینک نمیکنه در پیش او عظمتی که او ذاتی که خواب نمیکنه خواب نداره. ما شرم میکنه که پاوم دراز کرده خواب را. سبحان الله که حضرت ها در طاعت عبادت خدا آدمای بسیار با ننگ و ناموس بودن. ننگ و ناموس شمع کش چون بسوزد پرده فانوس را، قوم بی غیرت چی داند قیمتی ناموس را. حضرت ها بسیار با غیرت بودن. همش به برکت ما عبادت ها و دعاهای ما بود که ما و شما الحمدلله به اینجا رسیدیم، یکتا پرست شدیم، آدمای خوب شدیم، موحد شدیم، عابد شدیم، نماز و روزه میکنیم الحمدلله. و همین خاطر ان شاء الله به طور کوتاه مختصر بعد ختم قرآن سوره مبارکه قدر این تفسیر و علما استفاده میبریم. کوتاه اگر میگیم تا که سوره قدر چی معنی داره و چی چیزا خداوند این سوره مبارکه وعده داده است. پروردگار عاجزانه دست جمعونه دعا میکنه که خدایا هر آنچه که میخوانیم و میگوییم و میشنویم عمل کردنشون رو برای ما نصیب گردانی و در راه صراط المستقیم هدایت. خدایا در طاعت عبادت همیشه ما را صبر بده، غیرت همت بده که خدای بی منت عبادت کنیم، پروردگار بی شکایت عبادت کنیم. اللهم اهدنا ووفقنا الى صراطك المستقیم ببرکت القرآن العظیم برحمتك. یک حاجی برادرمون سفر داشته در حقشان دعای خواهد. عموما تمام کسانی که سفر دارن یا برادران که در حج هستن از الان عبادت دارن، پروردگار حاجی محترم ما را سفرشان به خطر گردانید. بعد از انجام عبادتشان زحمت تلاش در جاده عبادت صحت سلامت و نزد اهل بیت برسانید.